سلام، بیشک درباره بالاروی نرخ ارد در تاجیکستان خبر دارید. بحث زیاد در این باره ادامه دارد و بخشی از برنامه ما هست. با زندگی ساکنان البته ضرر جدی میرسونه که بیچاره پول نیارن ارد نخرن. همه این تاجیکی ما همین ارد میخره. سبب‌های سستی اینترنت در تاجیکستان و واکنش‌های شما نیز هست. زیاده از 3000 دانشجوی دانشگاه کولاب قریب 2 ماه می شود برای پیشواز رئیس جمهور در خیابان‌ها و ورزشگاه مرکزی شهر تمرین می‌کنند. خبر تمرین 7000 نفر در شهر کولاب در اینستاگرام رادیوی آزادی نیز بحث‌های زیادی را به وجود آورده است. از جمله یکی از کاربران با نام صدر یا با شوخی و یا در حقیقت گفته است من یک دانشجو هستم. باور کنید از دست مارشروفکا کدام روزه رقاص یا رقاصه میشویم. ویدیوی دیگری که از خوانندگان دسترس شد از داخل هواپیما است و بیانگری شیوهی رفتاری بعضی از تاجیکان در فضا. دو ویدیوی دیگر هم داریم که در ادامه برنامه میبینید. حالا برمیگردیم به بحث‌ها درباره نرخ ارد. 300 400 تومان میگیریم چی میشه؟ مثلا لینچ ارد میگیریم، روغن میگیریم، با همین تمام میشه دیگه چی میمونه؟ ساکنان میگن قیمت یک خلط ارد 50 کیلویی در بعضی از منطقه‌ها از مرز 200 سومانی هم گذشته است. مقامات میگن سبب‌های بالاروی نرخ را می‌آموزند. تاجران افزایش قرب دلار و کمچینی ارد در قزاقستان را دلیل پیش می‌آورند. ما را طرفدار نیستیم که قیمتش ارزان باشه. ما را طرفدار. حسین عبدالستار در فیسبوک نوشته است قیمت تربوز از حساب گرمی هوا بود. اکنون گرانی ارد از حساب خنک آمدنی هوا باشد. خیلی خرج خوب زندگی مجبور نگیری نمیشه. نگینه هم در فیسبوک گفته است سبب قیمتی ترازوها است. ارد را از ولایت سوق میارند، 6 ترازو از کم از پول میگیرد. صاحبان ارد مجبور هستند که ارد را قیمت کنند. 200 دلار گوشت ساخت 200. مروسیه گفته است گوشت را قیمت کردند که به سلامتی ضرر داشته است. ارد به کجای انسان ضرر میکرده باشد؟ عبید فخرالدینوف هم بداهتا در جواب گفته است به معده ضرر دارد، آدم را فربه میکند. گرمی زیادی که مثلا به همین خوجگیدارها نمیرساند که یک پخته رسد یا اینکه یک حاصل خود خوب را از همون گکتر به دست آورد. کاربر بینام در سامانه رادیو آزادی نوشته است خدمات ضد انحصاری باید همه وقت وضع را آموزد، نه اینکه وقت نرخ بالا رفت بعداً همان دلار ارزان هم شود نرخ ارد ارزان نمی شود. یک خلاصه بانک جهانی درباره آنکه خدمات علاقه تاجیکستان باعث قفا ماندگی ساحه مخابرات از جمله اینترنت در کشور شده است بحث‌های زیادی را به وجود آورد. کاربر با نام لگیچنا در سامانه رادیو آزادی نوشته است در اینجا نه بابای بکسبور گناهکار است و نه خدمات علاقه. این خود یک سیاست دولت است که به هر واسطه علاقه مردم را با بیرون محدود میکنند، چون که مردم به واسطه اینترنت زندگی سیر و پوری دیگران را دیده در سرشان یک سوال به وجود می آید چرا ما از جهت ذخیره ها از بسیار دولت ها بای هستیم ولی از همه قشاق‌تر زندگی میکنیم. مسافر گفته است بانک جهانی درست میگوید تاجیکستان از همه کشورهای همسایه حتی از افغانستان جنگ زده هم عقب مانده است در ساحه علاقه و مخابرات. کامران گفته است این عیب سیاست روسیه است. نظام علاقه تاجیکستان یک جزء واحد نظامی علاقه روسیه است. برای ما تماس و ارتباط تنها با سپوتنیک های روسی و قزاقی داده می شود. دسترسی به دیگر ماهواره ها قطعاً ممنوع است، گفته است این کاربر. بحث‌ها در این باره زیاد است و شما هم می توانید با آن همراه شوید در وبسایت رادیو آزادی یا صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و یا ادنکلاسنیکی. ویدیوی دیگری که به ما فرستادن از صدمه پرقربانی در حدود ولایت ختلان است. خود و خانواده هایتان را احتیاط کنید و ما انتظار ویدیوهای جالب و سرشار از خوشی شما هستیم. ویدیو را به این رقم ها فرستید توسط واتساپ، تلگرام و ایما یا وایبر. تا برنامه دیگر خدا حافظ.